دعا صحبت کردن با خداست. دقیقاً مثل مکالمه‌ایه که شما با یک نفر دیگه به روی زمین انجام میدید. یه زمانی شما صحبت میکنید، یه زمانی هم گوش میکنید. به همین شکل ما باید زمانی با خدا صحبت کنیم، زمانی هم به صحبت‌های او گوش کنیم. یه روز یه دختر کوچیک به اسم آماندا داشت در حیاط خونش به تنهایی بازی میکرد. یکم صحبت میکرد، یکم ساکت میشد. پدرش پیشش اومد گفت آماندا داری با خودت صحبت میکنی؟ گفت نه بابا، من دارم با خدا صحبت میکنم. اول او به حرف من گوش میکنه، بعد من به حرف او گوش میکنم. دعا برای این دختر کوچک جا افتاده بود. ما فکر میکنیم که دعا باید در زمان خاصی در روز و گفتن عبارتهای خاص به خدا باشه و اون عبارتها رو هر روز و بارها تکرار کنیم و به او بگیم و هرگز هم به او گوش نکنیم. این تصویر اشتباهی از دعاست. شما در یک مکالمه معمولی اینطور که عمل نمی کنید، بلکه گاهی گوش میکنید، گاهی هم صحبت میکنید. به همین شکل خدا ما رو دعوت میکنه تا به نزد او بیاییم، با او وقت بگذاریم و هم بگیم و هم بشنویم. در باغ عدن آدم و حوا با خدا صحبت میکردن و خدا به نزد آنها نزول میکرد و با اونها صحبت میکرد. به همین شکل این عالی خواهد بود اگر شما بتونید هر روز زمانی رو برای بودن با خدا، صحبت کردن با او و باز کردن قلبتون در حضور خدا بگذرونید. به او بگید که دوستش دارید. عیسی در دعای ربانی به ما یاد میده که دعای خود را با گفتن این جمله شروع کنیم: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. شما میتونید برای هر چیزی دعا کنید. میتونید از خدا در مورد زندگی خودتون کمک بخواید. در دعا میتونید برای عزیزان خود تقاضا کنید. میتونید برای دیگران دعا کنید. کتاب مقدس به ما میگه با ایمان دعا کنیم و وقتی دعا میکنیم باور کنیم که خدا دعاهای ما رو میشنوه و اونها رو جواب میده. شاید سوال کنید خب چه زمانهایی باید دعا کنم؟ البته شما میتونید مواقع خاصی رو در طی روز کنار بگذارید و دعا کنید، اما خدا همیشه با شماست. پس میتونید در تمام روز در ذهن و قلب خودت با خدا صحبت کنید. اما این نکته مهم رو هم به خاطر داشته باشید که گاهی در دعا ساکت باشید، بشنوید. یعنی بذارید خدا در قلبتون با شما صحبت کنه. وقتی شما با خدا صحبت میکنید زمانی رو هم برای شنیدن خدا کنار بگذارید و از او بخواید افکار شما رو لمس کنه تا در فکر خود او رو بشنوید. دعا امتیاز واقعا بزرگی در داشتن ارتباط با خدای جهانه. یعنی افتخار صحبت کردن با او، وقت گذاشتن با او و شنیدن از او.